هیچ کس جای مرا گرفتن نمیتواند. همچنین که من جای هیچ نفر رو گرفتن نمیتونم. هر کس در جامعه جای خودش رو داره. اصلا کسی فکر کنه که یک نفر میاد جای یک نفر دیگر رو میگیره. حتی یک نفر دوست به من گفت که تا روزی که شما هستید، من گفتم چرا خودت تنقید میکنی و صحنه نمیایی که یک نیروی بهتر رو به ملت پیشنهاد کنی که مردم از پس نهضت و پیمان نروند. و من به این نتیجه رسیدم، حساب کتاب کردم تا روزی که شما هستید ما نمیتونیم در صحنه جا پیدا کنیم. یگانه خدمت شما به ملت به اپوزیسیون این است که خودتون داوطلبانه بروید از صحنه یک جای دیگر که ما بتوانیم این کار انجام بدیم. من گفتم شما کفالت داده میتونید که اگر من رفتم از صحنه نهضت رو از همراه هم از صحنه بردم و این تقدیر ملت و اپوزیسیون رو به شما بسپارم، شما میتوانید کرده یا این 50-50 است. گو 50-50 است. منم کفالت داده نمیتونم که از شما بهتر میام. این نه به قوی بودن منم شخص رب داره، نه قوی بودن هم چون هیچ. این به ضعیف بودن طرف دیگر رب